بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کنیم تدریس خط به خط ریاضی هشتم جویای متن امتحانی رو. فصل ششم، فصل مثلث ها هستیم. خط به خط این کتاب رو شروع به تدریس میکنم بنده و در الان اینم که فایل کتاب هست در کانال هست و از نظرتون که کارمون رو شروع میکنیم. فصل ششم مربوط به مثلث ها هست. خودتون میدونید با توجه به اون فیلم هایی که حالا از فصل یک تا به الان ملاحظه فرمودید، صرفا حل سوال نیست کارمون و چیکار میکنیم؟ هم تدریس هست و هم حل سوالات با توضیحات کامل. خب برم من کارمون رو شروع میکنم. محضرتون با توجه به اینکه فیلم های فصل 6 فقط دیگه مابقی فصل ها رو نمیذاریم و جمع میکنیم از کل فضای مجازی، در حالا در کانال های تلگرام و آپاراتینا قرار داده می شود. اینجا در واقع تعداد تایم سوال حل سوالات کم خواهد بود و بنابراین فقط فصل 6 رو دیگه مثلا فیلم ها رو جوری قرار میدیم که یه سوال دو سوال حل میشه و باید برید به سوال بعدی در جلسه بعدی. منظور تایم فیلم ها برای فصل 6 صرفا کم خواهد بود و مابقی حالا فصل ها خودتون میدونید که در از مثلا نیم ساعت کل یه درس رو حتی تدریس میکردیم. خب بیایم اینجا ببینید رابطه فیثاغورس در هر مثلثی برقرار است. تنها مثلث که رابطه فیثاغورس درش برقرار هست مثلث قائم الزاویه است. این دلیلش رو هم به صورت مفهومی براتون عرض کنم که کاملا در جریان باشید. ببینید بچه‌های عزیز، اول با مفهوم رابطه فیثاغورس آشنا بشیم. آقای فیثاغورس به حال یک ریاضیدان یونانی در مورد مثلث ها، مثلث قائم الزاویه، تحقیقاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند اگر مثلث قائم الزاویه ای داشته باشیم که در این مثلث قائم الزاویه بیایم یک مربع روی این مثلث قائم الزاویه، روی وتر مثلث قائم الزاویه درست کنیم، یه مربع. خب این مربع، حالا اینجا فرض کنیم که طول این چیز مربع فرض کنیم که حالا مثلا 13 سانتی متر باشد مثلا. خب چون مربع هست پس اینجا هم 13 سانتی متر دیگه، درسته؟ و اینجا هم 13 سانتی متر و این در واقع 13 سانتی متر باشه. مساحت این مربع چجوریه؟ یک ذیل ضرب در خودشه دیگه، درسته؟ چی میشه؟ 169 سانتی متر مربع. اوکی. خب این مساحت مربعی که اینجا می نویسم، مساحت مربعی که روی وتر مثلث های قائم الزاویه، یعنی مثلا مثلث متساوی الاضلاع، مثلث متساوی الساقین، اینا این بحثی که میکنیم این بحث وجود ندارد. روی مثلث های قائم الزاویه ساخته میشود. خب با جمع مساحت های مربع های ساخته شده بر روی اضلاع قائمه دیگر برابر است. خب یعنی چی؟ یعنی در این مثلث قائم الزاویه اینجا ما یه مربعی بسازیم، مثلا این 5 سانتی متر باشد و اینجا یه مربعی بسازیم. خب حالا اون قسمتش میره عقب‌تر، اینجا مثلا 12 سانتی متر باشد. اوکیه. مساحت مربعی که روی وتر به این میگیم وتر، به اینا میگن اضلاع قائمه. خب این زاویه قائمه هست یا زاویه راست. وتر هم که میدونید که بزرگترین ذیل مثلث های قائم الزاویه رو وتر میگن. ما در هندسه در دو جا کلمه وتر رو به کار میبریم. یکی برای مثلث های قائم الزاویه به کار میبریم و دیگری برای دایره که این وتر این قطره. خب وتر پاره خطیه که یک دایره رو به دو قسمت تقسیم میکند. وتر بزرگترین وتر دایره رو قطر میگن. حالا اینا بحثایی که در فصل 8 با هم دیگه صحبت میکنیم. خب پس بنابراین این مربع های
مربعی که روی اضلاع قائمه ساخته میشه. خب من این عددها رو گذاشتم، بعدا توضیح میدم که چرا این عددها رو انتخاب کردم. 5 سانتی متر، 12 سانتی متر. اینجا این مربعی که این قسمت ساخته شد و این 5 سانتی متره، مساحتش میشه 5 تا 25 تا. این تو مربع اینجا روی این زل قائمه ساخته شده 12 سانتی متر. پس مساحتی میشه چی؟ 12 ضرب در 12 چه میشه؟ 144. خب این ببینید این 144 اینم 25. 144 به اضافه 25 چقدر میشه؟ میشه 160. ببینید اینم 13 ضرب 13 چقدر شد؟ 160. خب یعنی این عددها مثلا اگه اینو 6 بکنیم دیگه یه اتفاقات دیگه میفته که توضیح میدم براتون. این عددها رو من خودم گذاشتم. خب اینجوری نیست که مثلا اینجا مثلا بشه 6، مثلا 12 تا میشه 144، اینم 6 تا 36 تا. خب اینجا یه عددی بیاد مثلا این بشه 14 تا، مثلا اینجوری نیست. حالا بحث میکنیم میگه جلوتر، من میگم چرا اینجوری نیست. خب اینو عوضش کنم. پس فقط صرفا اینو بدونید در هر مثلث قائم زاویه مساحت مربعی که روی وتر ساخته می شود با جمع مساحت مربع هایی که روی دو تا زل دیگر ساخته می شود با هم برابره. حالا مثلث قائم زاویه اینجا مثلا آ می نویسن، ب می نویسن، س می نویسن، بعد می نویسن آ2 مساوی ب2 به اضافه سی2. شما اینجا توانهای دو همون مساحت دیگه، یک زل ضرب در خودش. این در مبحث توان در ریاضی هفتم خوندیم که توان این یکه، توان اینم یکه. آ ضرب در آ، اینجا میایم یکی از پایه ها رو قرار میدیم، توان ها رو با هم جمع میکنیم چه میشه؟ آ به توان 2. یک زل ضرب در خودش میشه آ2. خب چون من نمیدونم عددش چقدره، حالا آ ایکس اینجوری یه حرف جبری انگلیسی قرار میدم. چون شما میتونید اینجا چیکار کنید؟ عدد قرار بدید. اوکیه. پس بنابراین این آ2 مساوی ب2 به اضافه س2 یعنی چی؟ مساحت مربعی که روی وتر ساخته شده با جمع مساحت دو تا مربعی که روی اضلاع قائم دیگر ساخته شده برابر هستند. فقط در مثلث قائم زاویه اینجوریه. یعنی شما مثلث متساوی ساگین داشته باشید، مثلا این ساگ با این برابره، این 7 باشه، مثلا این هم 7، مثلا اینجوری نیست که 7 به توان 2 به اضافه 7 به توان 2 مساوی فلان. اون اصلا بحثش وجود داره. فقط تنها ترین مثلثی که رابطه فیثاغورس درش جواب میدهد چیه؟ اینم رابطه فیثاغورس. رابطه فیثاغورس اینه: مساحت مربعی که روی وتر ساخته می شود با جمع مساحت های مربع دو تا ضلع های قائمه با هم برابر. فقط در مثلث قائم زاویه این وجود دارد. کلا من معمولا در کلاس ها به بچه ها میگم، در کلاس حضوری میگم بچه ها شما تعجب خواهید کرد که من اگه به شما بگم که 3 به اضافه 4 چقدر میشه؟ میشه 5. شما تعجب میکنید. در رابطه فیثاغورس ما اینو داریم. در رابطه فیثاغورس این رو داریم. این البته اینجوری نیست 3 به اضافه 4 بشه 5. خب اینو من مثال میزنم که مثلا بچه‌ها یکم حالا تعجب کنن، سوالی ایجاد بشه براشون. و منظورم اینه که اگر ما یه دیواری داشته باشیم که ارتفاع این دیوار مثلا 4 متر باشد، خب و از پای دیوار، چون دیوار عمود به زمینه دیگه، از پای دیوار من 3 متر برم جلو، از اینجا که نردبان خب قرار بدم که از این دقیقاً 3 متر به پشت بام اینجا قرار داده بشه، 3 به اضافه 4 طول این نردبان قطعاً 5 خواهد بود. از کجا میگم؟ از اینجا میگم که ببینید گفتیم که A2 مساوی B2 به اضافه C2. چرا اینو می‌نویسیم؟ چون اینجا مثلث قائم الزاویه است قطعاً، چون دیوار عمود به زمینه دیگه. این در واقع زمین هست، زمین رو با هاشون نشون میدم. اینم که دیوار هست، اینم چیه؟ نرد بام. اوکی. خب گفتیم مساحت مربعی که روی وتر ساخته می شود، اینجا یه مربعی میتونیم بکشیم، مساحتش میشه 5 به توان 2 با مساحت جمع مساحت مربع های ساخته شده روی دو ضلع قائمه مساوی 4 به توان 2 به اضافه 3 به توان 2.
الان ببین 5 تا 25 تا 4 تا 16 تا 3 تا 9 تا. خب جمع این دوتا چی شد؟ 25 مساوی 25. این رابطه رو بهش میگیم رابطه چی؟ فیثاغورس. چون اینجوری هم نوشته میشه، با سین هم نوشته میشه، بعد که به هر حال هر دو قابل قبول هستن. عددهایی هم که این عددها الان مثلا اگر اینجا دقت کن، مثلا این بشه مثلا 4 متر، اینجا بشه 5 متر، اینجوری نیست که اینجا بشه 6 متر. خب الان ببین ما از رابطه فیثاغورس میریم جلو. خب اینو نمیدونم، من اینجا رو نمیدونم، x میذارم، میگم که x به توان 2 یعنی مساحت مربعی که روی وتر ساخته میشه بعد میشه x به توان 2، x ضرب خودش مساوی است با مساحت مربعی که روی اینجا ساخته میشه یعنی 4 تا به اضافه مساحت مربعی که روی اینجا ساخته میشه یعنی 5 تا. خب 4 تا 16 تا 5 تا 25 تا. خب 16 و 25 چقدر میشه؟ میشه 0 و 1. خب اون کدوم عدده که یه بار در خودش ضرب بشه؟ چون x2 میشه 0 و 1. یک تو عدد طبیعی قطعا نداریم، عدد طبیعی وجود نداره که خودش بعضی از بچه‌ها الان تو ذهنشون خب یک ضرب 0 میشه. آخه میگیم عدد ضرب خودش، عدد ضرب خودش میشه 1 تا یا 0 تا. میبینید این امکان پذیر نیست، چون این عدد وجود ندارد در اعداد طبیعی مثلا 1 2 3 x به توان 2 میگیم 0 و 1 میگیم چیه؟ مقدار اون x میشه رادیکال 0 و 1. شما رادیکال 0 و 1 رو ضرب کنید به رادیکال 0 و 1، ببینید رادیکال ضرب رادیکال یه دونه رادیکال میکنیم. اینو در کلاس هفتم خوندیم که ترکیب رادیکال هم داریم، تفکیک رادیکال هم داریم. ترکیب اینه که دو تا رادیکال وقتی که ضرب میشوند یا تقسیم میشوند میتونیم با یه دونه رادیکال بکنیم. یه دونه رادیکال میکنیم 0 و 1 ضرب 0 و 1 میشه حالا یه عددی. خب یه عددی اینجا یه عددی میشه، چون جذر این ببینید یه عدد ضرب در خودش شده 0 و 1 به توان 2 فلان. درسته؟ پس اون عدد چی خواهد بود؟ جذر اون میشه چی؟ رادیکال 0 و 1. متوجه شدید؟ یعنی اینجا شما بیاید یه چیز کنید از مثلتون که اینجا 0 و 1 ضرب 0 و 1 میکنید یه عددی میاد. چون ریشه دوم حساب میکنیم چطور مثلا می نوشتیم 5x ضرب در x شده چی؟ بذار عدد رو کوچکتر بنویسن کاملا متوجه بشید، چون با این کار داریم ما. ببین رادیکال 5 ضرب در رادیکال 5 گفتیم بنابر ترکیب رادیکال ها باید یه رادیکال بکشیم بعد بیایم 5 تا 25 تا. خب از شما میپرسن جذر 25 هم میشه 5. ببین رادیکال ضرب در رادیکال مثل اینکه رادیکال میره و عدد بیاد بیرون. رادیکال 0 1 ضرب رادیکال 0 1 رادیکال میره و عدد میاد بیرون. متوجه شدید؟ پس طول اینجا رادیکال 0 و 1. خب رادیکال 0 و 1 چقدره؟ تقریبا 6 خورده ایه دیگه، تقریبا. حالا 6 رو مثلا 3 دهم اینا تقریبا میگم، البته دقیق نیست، چون رادیکال 0 و 1 رو ما کلاس هفتم یاد گرفتیم که چجوری پیدا میکنیم. حالا اینجا انشالله در این فصل براتون کامل توضیح میدم. متوجه شدید؟ پس اگر ما رسیدیم به اعداد مربع کامل، اینجا دقت کن، اعداد مربع کامل. اعداد مربع کامل 1 تا 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا 11 تا 12 تا 13 تا 14 تا 196 تا 15 تا 225 تا 16 تا 256 تا 17 تا 289 تا 18 تا 324 تا 19 تا 361 تا 20 تا 400 تا. شما حتما بچه‌ها این عددها رو حفظ کنید. خب این عددها در هر کجا که دیدید رفتن زیر رادیکال، الان این شما 196 کدوم عدد بود؟ 14 به توان 2 بود، همون یا 14 تا بود دیگه. درسته؟ 14 تا میشه 196 تا. پس زمانی که میره زیر رادیکال یکی از 14 ها هست میشه و 14 میاد بیرون. زز کدوم عدد در خودش ضرب شده 196 فقط 14. اما
رادیکال 195 دیگه چی؟ مثلا نمیشه فعلا، میشه 13 و خورده ای. یه خورده ای داره که این قسمت اعشار میره و تمام هم نمیشه بد. اما این به اعشار نخواهد رفت. الان مثلا رادیکال 9 چند میشه؟ کدوم عدد در خودش ضرب شده 9 3. خب رادیکال 36 کدوم عدد در خودش ضرب شده 36 6 دقیقاً. اما مثلا رادیکال 50 کدوم عدد در خودش ضرب شده 50 معلوم نیست. خب بایستی بگیم تقریبا 7 خورده ایه، چون 7 تا 49 تاست، این 50 از 49 یه جزئی بیشتره، پس 7 خورده ای میشه مثلا. متوجه شدید؟ حالا گفتم براتون اونا رو توضیح میدم. کل قضایای مربوط به اینایی که الان تدریس کردم براتون، مثل اینکه کلیت فصل رو یه مرور مانندی کردیم. شما حتما روی این عددها کار کنید، حفظ کنید، در جریان باشید. ان ما بیایم ببینیم که سوالات این فصل رو چجوری حل میکنیم. پس من برمیگردم سوال 1. اینجا چی میگیم؟ رابطه فیثاغورس در هر مثلثی جوابگو نیست. در مثلث‌های فقط فقط اینجا جلوش هم درستش رو بنویسید. در مثلث‌های قائم الزاویه چیه؟ جوابگو هست. متوجه شدید؟ در هر مثلث قائم الزاویه بزرگترین ضلع وتر. بله اینو کامل توضیح دادم براتون و خدمتتون عرض کردم.